سلام بچه، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. خوش اومدید به چنل خودتون بچه. آره، قراره این ویدیو کلی صحبت داشته باشیم در مورد اینکه آیا من میمونم تو این کامیونیتی یا میخوام برم و این چیزایی که تو شورت ویدیو گفتم اینا همش حقیقت داره بچه. و آره بچه، من خانوادم بر علیه منن و دوست ندارن تو این کامیونیتی فعالیت داشته باشم و خب برای منم سخت دیگه بچه. من درک کنید، واقعا درکم کنید، خدا وکیلی. خب بچه، قبل اینکه صحبت رو شروع کنیم ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید، چنلمون رو ساب کنید و با کامنتاتون لایکاتون انرژی بدید بهم و منم یه کار میکنم که راضی بشن ازم و من تو این کامیونیتی ایشالله فعالیتمو میکنم و شما انرژی بدید بهم بچه. من تلاشمو میکنم و بهشونم میگم چند بار اگه بشه، اگه خلاصه این امکانشو داشته باشه. بخشید بچه. بعد آره بچه، من قضیه اینه که من حدود 2-3 ساله دارم، 3 سال دیگه، 3 سال من دارم تو این کامیونیتی فعالیت میکنم و پیجم 12,000 تایی شد. بعد این همه سال 12,000 تایی شدیم. خانوادمون، خودم نه، خانوادم، شما خانواده من هستید. 12,000 تایی شدیم و مبارک میگم برای خودم، برای شما که پشتم هستیم بچه. و دم تک تکتون هم گرم که هوامو داشتید تو همین ویدیو قبلی. و بچه آره، این خلاصه خب ببخشید، من این همه سال فعالیت کردم بچه های من. واقعا یعنی نمیدونم، بذار بگم بهتون سالم راحت شه بچه. من پارسال کار میکردم، خرج میکردم رو بازی. پارسال مثلا کار میکردم، ما 15 تومن 20 تومن حقوق داشتم، 15 تومن مثلا 5 تومن 8 تومن در ما مثلا خرج بازی میکردم تا این رسید به 100 بیلیون خورده. یعنی من این همه گان میتیک داشتم، گان لژند داشتم، اسکین میتیک، لژند، اسپکتر، سایرن، صوفیا، دیگه تمپلار نداشتم. صوفیا رو داشتم، سایر میتیکو داشتم، اسپکتر میتیکو داشتم، سایر میتیک فول آپ گرید، صوفیا فول آپ گرید، اسپکتر لول 5، فینیشر همه اینا باز شده بود بچه. دیگه گان میتیکام لول 3 2 4 5 همشون هم رفته بود، یکیشم مکس شده بود بچه. خلاصه بهتون بگم من یعنی این همه خرج کردم رو بازی، اسکن لژند، نمیدونم گان لژند، این همه خلاصه همه چی رو داشتم. حدود 30 تا لژند داشتم، 25 30 تا لژند داشتم و این همه. اون موقع دیگه دلار پایین بود و مثلا میشد مثلا در کاسیک میگرفتیم برای 5 تومن میافتاد، 5.5 میافتاد. خب من این همه خرج کردم بچه. بعد من این اکانت رو مامان بابام خانوادم مجبورم کردن آره دیگه. خلاصه میگفتم بهم که مثلا اکانت رو بفروش، به دردت نمیخوره، خرج بازی نکن. من بعد اون تصمیم گرفتم خرج بازی نکنم، گفتم بذار اکانت رو بفروشم یا حالا تونستم ماشین، موتور، چیزی بگیرم. بعد این به فروش گذاشتم اکانتم و یه پسر داخل بازی داشتیم باید میکنیم، گفت اکانت رو نمیفروشی. گفتم حالا این که میخواد، گفتم باش میفروشم، برای فروش گذاشتم. گفتم قیمت چقدر؟ گفتم من قدره 80-90 تومن. گفت داداش 80-90 تومن خیلیه. گفتم حالا کنار میایم خواستی بخری مثلا 50-60-70 هم میدم بهتون، الان تهش 60 میدم بهتون. بعد اوکی شدیم و آیدی رو داد، آیدی تلگرام رو گرفتم ازش و رفتیم برای همین کار اینا سراغ همین اکانت رو بفروشیم و یارو بخره. بعد یارو
بهش مثلا این خیلی حرومزاده بود بچه، خیلی حروم بود بچه. به من یه چوب خوردم دیگه، یعنی واقعا مغزم رد داد. ببین نه شمارهشو داشتم، خدا شاید شمارهشو میداشتم، یا حالا حتی اون شماره که میداشتم میتونستم دهن یارو رو من سرویس کنم. یعنی یه جانا نمیتونم جلو دوربین من فوش بدم. و اگه دوست داشتین تو چنل تلگرام بهتون میگم که چه اتفاقات دیگه هم افتاد. بچه این یارو بهم گفت که من مثلا گفتم بیا حضوری این کار انجام بدیم، یارو حرومزاده قبول نکرد حضوری انجام بدیم. میگفت نه من رام دوره و هیچ داستان میور برام تعریف میکرد و رام دوره نمیشه و فلان بستان. گفتم همینجوری مثلا مجازی حلش کنیم. گفتم باشه. گفتم یه مقدار پول بزن برای من بتونم مثلا رمز جیمیل رو بدم. گفت نه تو اول مثلا رمز جیمیل رو بده، من میخوام یه چک کنم، نمیخوام کار دیگه کنم. یعنی من خیلی اسکل شدم، خیلی یعنی کسخل شدم، اسکل یعنی خیلی اسکل شدم. موقع نباید رمز جیمیل رو میدادم، من چی میدونستم. بعد این رمز جیمیل رو دادم، یارو رفت اکانت رو چک کرد. بعد من رمز جیمیل رو عوض کردم، دیدم یارو یه جورایی میاد تو بازی. احساس کردم چون چیزم حادم تغییر میکرد. گفتم این نکنه یارو دوباره میاد. میبینم رفتم دیدم تو همین گوگل و رفتم اینا من سیف کرده بودم دیگه رو اکتیویژن و گوگل. بعد من رفتم دیدم ای یارو آره هستش با یه گوشی داره میاد و اینو گرفتم انداختم کلا بیرون. یعنی دیگه نمیتونست وارد بشه تا یه مدتی. خب بعد یارو این حرومزاده بعد این دیگه قبل اینکه این کارو بکنم من رفته بود این حرومزاده رفته بود چیکار کرده بود، این اکانت منو رو نمیدونم فیسبوک رو چی چنجش کرده بود. یعنی من انقدر کسخل بودم که من نفهمیدم، من نرفتم نگاه کنم ببینم این اکانت منو یارو کاری کرده یا نکرده. اعتماد کردم و اعتماد کامل نکردم و گرفتم گفتم رمز جیمیل دیگه میگیرم عوضش میکنم، نمیتونه کار کنه. این رفته بود این حرومزاده رفته بود اکانت و چنج کرده بود رو چی سیوش کرده بود، چنج نه سیوش کرده بود. بعد این چند مدتی بعد 2-3 هفته هی من داشتم بازی میکردم دیدم خبر نیست، یارو نمیاد تو بازی و گفتم دیگه نمیتونه بیاد که. بعد 3 هفته یارو اومد اکانت از دستم گرفت و به همین راحتی از دستم گرفت و رفتم تلگرام بهش پیام دادم و سین زد و جواب نداد. گفت من اکانت دیگه فوش و اینا کشیدم وسط و گفت من اکانتو نگرفتم. بچه یارو اینقدر حرومزاده بود، یعنی من این همه سال که زحمت کشیدم روی نیکان خرج کردم همش به فنا رفت و بگاه رفت و اصلا اینا همش به درک شد. یعنی من اینقدر فشار خوردم گفتم چرا باید این چوبه رو من بخورم، چرا؟ بچه ازتون میخوام که خواهشاً به هیچ کی اعتماد نکنید. حتی شده مثلا حالا شمارهشو نداشته باشید میتونید مثلا 1 تومن 2 تومن هم باشه. ببین من چی پولی من از دست دادم، 150 میلیون من از دست به گاه دادم، به فنا رفتم. بچه یعنی من یه هفته 2 هفته من افسردگی داشتم. یعنی من یه جور اعصابم تخمی شده بود، یه جور اعصابم به هم ریخته بود. یعنی من کلا موندم خدایا گفتم این چوب من چرا باید بخورم. پیگیری کردم شماره‌شو نداشتم، بعد همین آیدیشو داشتم، هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، هر کاری هم کردم بیفایده بود. یارو اکانت و خب اون طرف اکانت ارزشم میاد پایین، یارو گرفت اکانت منو به همین راحتی من از دست دادم این اکانتو. و دیگه گفتم اینم شد یه چی و بچه اینم شد یه نصیحت به من که نباید مثلا به هیچ اعتماد کرد. و من حتی به یارو هم گفتم، به طرف گفتم آقا بیا مثلا میریم به شاپای معتبر به اون مثلا تو پول بزن، منم آیدی هم رمز جیمیل اکانت رو میدم و رمز جیمیل تو از اون تحویل بگیر، منم از اون پول تحویل بگیرم. قبول نکرد اینو. ببین یارو در چه حد حرومزاده بوده.
واقعا خدا خیرش نده. اون اکانتم که از دستم رفت، یعنی خدا شاهده، یعنی من شمارهشو میداشتم یا شماره کارتشو میداشتم، پدر یارو رو در می آوردم. یعنی من زنده مردهشو نمیذاشتم، یعنی به گو خوردن میافتاد، به غلط کردن میافتاد که منو ول کن ول کن دیگه. خب دیگه نداشتم دیگه، رفت دیگه، ایکون رفت و دیگه منم تا 2 هفته، همین 2 هفته افسردگی داشتم دیگه. هر کاری کردم، پیگیری کردم، هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، چون من شماره طرفو نداشتم برم شکایت کنم، من هیچیو نداشتم دیگه، نتونستم کاری کنم. حتی رفتم فقط تو شماره طرف نداری، میخوای چجوری پیدا کنی یارو رو؟ یا مثلا اونقدر پیگیری نمیکنن که، ولی مثلا همون یادی تلگرامش بود میگفت این یادیشه، آیدیشه، من اینو مثلا چجوری پیدا کنم؟ یعنی خب هزار جور داستانه. ولی خب من یه کار کنم، اگه بشه یه جور دهن یارو رو اگه من پیداش کنم، سرویس میکنم که میارم تو هم ویدیو به گو خوری بیفته، به غلط کردن بیفته. این مشکل برای من 2-3 ماه پیش افتاد، 3-4 ماه پیش افتاد. این اتفاق برای من 3-4 ماه پیش افتاد. یعنی من از این یارو نمیگذرم. این ویدیو اومدم بچه بهتون گفتم، و بعد این مشکلی که برای من پیش اومد دیگه ببخشید یه خورده سرما خوردم، ول کن نیست. بعد این اتفاقی که افتاد برای من، خانوادم دیگه خب دوست نداشتن تو کامیونیتی فعالیت کنم، پست بذارم، استوری بذارم، حالا هرچی گفتن اینم که بگاه دادی و از این به بعد میخوای چیکار کنی و فلان میشه و بسام میشه. خلاصه خیلی من دووم آوردم و سعی کردم راضیشون کنم و هیچ جواب نمیده بچه‌ها. و این شرایط من خودش خیلی الان بد شده، خیلی بد شده، یعنی رو مخمه. بچه‌ها سعی کنید شما با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید و منم اینا رو اینور راضی کنم و بتونم فعالیت داشته باشم. اگه نتونستم که از این کامیونیتی میرم. ببین بچه‌ها من شورت ویدیو گذاشتم، گفتم میرم و چند بار گفتم میرم، 2-3 بار 4 بارم فکر کنم 2-4 بار میشه گفتم که میرم و تصمیمم هم جدی بوده تا الان. و خب میگفتم میرم، شما کامنت میذاشید روش نرو، این همه تلاش کردی و ما میبینیم و فلان میشه. خلاصه بهم یعنی یه کاری کردین که من واقعا از این درونم بغضم میگرفت، میگفتم بابا اینا که دارن کامنت میذارن خب من نمیتونم ول کنم. الانم مثلا همین دیشب ویدیو گذاشتم محدود نشر شد، نمیدونم برای چی محدود شد. و بچه آره خلاصه دیشبم برای شب پست گذاشتم و دمتونم گرم، خیلیاتون هوامو داشتید. الان بچه دوباره این پستر رو گذاشتم، شورت ویدیو رو گذاشتم و میذارم ببینم واقعا چقدر هوامو دارید بچه ها. من که تا الان ویدیو بلند من تا حالا ویدیو بلند نذاشتم مثلا بگم که من میرم و کلا خداحافظی اینجوری نکردم بچه ها. اینم شایدم برم، شایدم بمونم. اگه شما کمکم کنید، بهم انرژی بدید، من میتونم به خانوادم ثابت کنم که میتونم تو کامیونیتی فعالیت داشته باشم و میتونم پیشرفت کنم. و اگه شما مثلا بهم انرژی ندید، خب من نمیتونم به اینو ثابت کنم که آقا من میگم اون بابا میگم که آقا من ببینید من این ویدیو رو گذاشتم، یارو نمیخواد من برم، منم نمیتونم برم که چجوری میتونم من ثابت کنم؟ بگم مثلا 6-7 هزار 10 هزار مثلا لایک خورده ویدیو، 2000 مثلا کامنت گذاشتن و من سعی میکنم تو این کامیونیتی فعالیت هم داشته باشم. بچه‌ها تو رو خدا هوا منو داشته باشید، منو درک کنید تو این شرایط. بچه‌ها شرایط سختیه، صبح میرم تا شب کار میکنم، شب میام ویدیو یه چند ساعت وقت میذارم بازی میکنم، خیلی وقتی هم بازی نکردم، از یک ماه یک ماه بیشتره، حدود 2 ماه من بازی نکردم. قبل اینکه اتفاق بیفته جنگ بشه من بازی نکردم، الانم همینطور 2 ماه من بازی نکردم بچه‌ها. مثلا یه روزم میرفتم یه روزم نمیرفتم، اینجوری بود. حالا چند مدتی که اصلا نرفتم تو بازی.
خلاصه خیلی وقت نرفتم، وقتش هم ندارم بچه. من صبح تا شب سر کارم، شبم میام غروب میام، بعدش میرم باشگاه، بعد باشگاه میام یه پست میذارم. دقت کنید پست منم ساعت بعضیاشون ساعت 11 شده، حتی نتم ضعیف بوده، ساعت 11 ویدیو گذاشتم، ساعت 9 ویدیو گذاشتم. تک تکتونم گرم تا اینجا با هم همراه بودید و بچه ازتون میخوام که این ویدیو رو با لایک و کامنتاتون نشون بدید تو شورت ویدیو تا اینجا هوامو داشته باشی و من ثابت کنم عشق منید. خانواده‌مون هم به لطف شما 12000 تایی شد. دم تک تک گرم، مرا معرفت، عشق منید، نوکرتونم، خاک پاتونم تا ابد. بچه دیگه وقتمونم داره به پایان میرسه و امیدوارم که ازم ناراحت نشید از حرفام، از یه سری چیزایی که گفتم بچه‌ها درکم کنید و روز خوبی داشته باشید. نوکرتونم فعلا، خدا نگهدار.